درباره همین بحث پزشکی این فیلم رو ببینیم از اوضاع ریلی در بنگلادش. نخندید، حتما ربط داره فیلم که. حالا اینکه طرف مویی رد میکنه کله‌شو از زیر تونل، مثلا اگه یه عطسه میکرده اینجوری هاپچه کله رفته بود، اینا کاری ندارم. میخوام اینو بگم رفتش به قضیه پزشکی اینه که ببین بنگلادش الان اینه، 50 سال پیش بنگلادش چی بوده و بعد ما چی بودیم که ما از بنگلادش 50 سال پیش پزشک وارد میکردیم. ببین بنگلادش الان اینه، این بنگلادش، این بنگلادش 50 سال پیش ما چی بودیم؟ از قصد چیزی نمیذارم اینجا، یعنی اینقدر اوضاع خیت بوده که جای خالی، چال اسکندرون. ما چی بودیم که 50 سال پیش از بنگلادش 50 سال پیش که الان اینه پزشک وارد می‌کردیم؟ ما داشتیم ژاپن می‌شدیم انقلاب شد، یعنی یه دور برگردون مونده بود، رد می‌کردیم ژاپن بودیم، بعد گفتم برگردید برید از بنگلادش پزشک وارد کنید.